نه به گذشته و نه به آینده. به خاطر که در دسترس ما نیستند نمیشه تکیه کرد. این لحظه ای که الان داره اتفاق میفته سهم قطعی ماست یا تنها سهم ما از جهانه. دی به معنی گذشته است. میگه از دی که گذشت هیچ از او یاد مکن. فردا که نیامده است فریاد مکن. بر نامده و گذشته بنیاد مکن. حالی خوش باش و عمر برباد مکن. خیام اگر ز باد مستی خوش باش. با ماه رخی اگر نشستی خوش باش. چون عاقبت کار جهان نیستی است انگار که نیستی. چو هستی خوش باش. ببین خوش باش رو میگه اما کنارش میگه عاقبت کار جهان نیستی است. فردوسی بزرگ در شاهنامه میگه از امروز کاری به فردا ممان. ممان از مصدر ماندن معنی رها کردن. از امروز کاری به فردا ممان. که داند که فردا چه گردد.